سپارش قطعی شیرعلی میرزا برای جلب فرزندان منصبداران به خدمت حربی. در تاجیکستان محدودیت نیروی برق جاری شده است. روسیه دونецк و لوگансک را به خود پیوسته اعلان کرد. شیرعلی میرزا وزیر دفاع تاجیکستان که از زمان حمله قرغیزها به خاک تاجیکستان کمترین صدای نبرآورده بود، بعد آرام شدن سرحد ناگهان پیدا شد و دستور قطعی صادر کرد. او در یک جلسه وزارت اوید با آمادگی به معرکه دعوت به ارتش سپارش قطعی داده است که بیشتر فرزندان منصبدار به خدمت حربی جلب کرده شود. دستور وزیر در گمان است که منصبداران سطح خودش و حتی یک دو زینه پایین‌تر را شامل کند. تا حال دیده نشده است که در تاجیکستان فرزند هیچ وزیر، معاونان وزیرها، رئیسها، دادستانها و سردار پلیس و امنیت تا سطح ناحیه به ارتش جلب شده باشند. قبلا رئیس جمهور امامعلی رحمان هم چندی بار دستور سپارش‌های قطعی درباره جلب فرزندان منصبداران صادر کرده بود، اما سطح منصبدارانی که شامل این فرمان شدند از رئیس‌های جماعت و راهبران مکتب بالا نرفته است. باید قبل از صدور چنین فرمانها رئیس جمهور رستم سامان و وزیران هم فرزندانشان را به ارتش فرستاده به دیگران نمونه شوند. گفتنی است رستم امامعلی بدون یک روز خدمت در ارتش به پایه گنرالی رسیده است. وزیر دفاع در حال با سپارش قطعی خودنمایی میکند که نه طول 2 روز جنگ با قرغیزها نه بعد آن که 10 سربازش کشته شد کمترین واکنش نشان نداد. به نظر می رسید از شنیدن خبر جنگ در کدام سوراخ پنهان شده است و منتظر پایان آن است. طبق اطلاع وزارت دفاع تاجیکستان، وزیر همچنین به بخش‌های مربوطه وزارتش در رابطه با تشخیص و معاینه طبی و پیشگیری از جنایت و راه‌های غیرقانونی دعوت به ارتش نیز دستور و سپارش‌های مشخص داده است. معمول‌ترین راه غیرقانونی دعوت سرباز شکار یا ابلغ است که قبل از به وزارت رسیدن شیرعلی میرزا شروع شده، در دوران او نیز با موفقیت ادامه کرده است. به نظر می‌رسد چنین فرمان‌ها تنها برای خودنمایی و رسانه‌ها صادر می‌شوند و خود مسئولین وزارت و کارمندان کمیسریات‌های حربی هم می‌دانند که چنین فرمان‌ها به چه خاطر صادر می‌شوند و عملاً از همان اتاق مجلس بیرون نمی‌روند. وزیر به مسئولین تاکید داشته است که به پوشیدن سر و لباس نظامی و معامله و مناسبت خوب با شهروندان دقت جدی ظاهر نموده، کوشش نمایند جوانان سالم و بردم و با لیاقت را انتخاب و به صف ارتش ملی روانه سازند. شروع از 1 اکتبر دعوت تیرماهی شهروندان به خدمت حتمی حربی که مردم آن را فصل ابلغ مینامند آغاز یافته 2 ماه ادامه می‌کند. در چند منطقه تاجیکستان ساکنان از قطع انتقال برق شکایت کردند. به اطلاع رادیو آزادی در منطقه کولاب و شهر ترسونزاده از ساعت 10 شب تا 4 صبح و از ساعت 8 صبح تا 11 روز انتقال برق قطع شده است. در شرکت برق تاجیک جاری شدن محدودیت را رد کرده گفتند که اگر در جای برای چند ساعت برق قطع شده است با سبب تعمیر زیر ایستگاه‌ها است. هر سال از ماه اکتبر تا ماه مارت یا اپریل در تاجیکستان انتقال برق به خانه ساکنان محدود می شود. مقامات رسما محدودیت انتقال نیروی برق را اعلان نمی کنند و نبودن برق را به تعمیر زیر ایستگاه‌ها و سیمچوب‌ها ربط می دهند. رایدهی در جمهوری‌های خلقی دونецк و لوگансک که از 23 تا 27 سپتامبر ادامه داشت جنبه شده همه 100% ورقه‌ها حساب کرده شدند. به اطلاع نوستی ساکنان دونецک و لوگансک و ولایت‌های زاپاروژیه و خرسون برای پیوستن به روسیه آواز دادند. در دونецک این اقدام را 99.23%، در لوگансک 98.42%، در ولایت زاپاروژیه 93.11% و در ولایت خرسون 87.5% طرفداری کردند. تاکید شده است که این معلومات بعد کارکرد 100% ورقه‌های آوازدهی ارائه گردید. این هم در حالی است که در این رایپرسی یگان ناظران بین المللی شرکت نکردند و پیشکی علاقه 10 کشور دنیا گفتند که نتیجه این رایدهی را نمیپذیرند. کشورهای اروپایی و آمریکا این رایدهی را قلبکی و ساختکاری برای قانونی گردانی غصب زمین کشور دیگر عنوان کردند.